اگه ازتون گواهی عدم سوء پیشینه خواستن و نگران اینی که یه شب تو کلانتری خوابیدی، این ویدیو رو ببین. کسایی که با قرار به زندان معرفی میشن، وثیقه صادر شده، کفالت صادر شده، بازداشت موقت، هر چی که هست، اگر به زندان معرفی شدی، کارت عکس شدی، این به معنی داشتن سابقه کیفری نیست. اگر محکوم نشدی، سابقه کیفری محسوب نمیشه. اگرم محکوم شده باشی، بستگی به این داره که به چی محکوم شدی. یه مدتی تو سابقه کیفریت میمونه، بعد خود به خود حذف میشه. اگر انگشت‌نگاری شدی تو زندان، اگر انگشت‌نگاری نشدی تو مرجع انتظامی مثل کلانتری، بازداشتگاه وزرا، آگاهی، هر جایی بازداشت شدی، اونجا هیچ سابقه‌ای ثبت نمیشه که تو گواهی عدم سوء پیشینه بخواد بیاد. پس مراکز دولتی نگران نباشید، شما مراجعه میکنید، مینویسن براتون که سابقه کیفری ندارید و میتونید راحت استخدام بشید. پس حواستون باشه به این شیادایی که میگن از سابقتون رفع اثر میکنیم، پاکش میکنیم، اعتماد نکنید. همچین چیزی وجود نداره.